همیشه خنده منیشین نیست دل کوکی. این کارا چیه؟ خوبه خودت هم میدونی در حد یه رانندمی به من برمیگردی میگی پشت بشین. اون روزی که اومدم سمتت تو نگاهت همش به جلو بود، انگار که اصلا منو نمیدیدی، فقط میتازوندی، ولی من نگاهم به عقب بودش. الانم به حرمت همون روزا همش کوتاه میاد. تو الان داری منت میذاری سر من؟ گفتم بشینی عقب، چون کسی که میخواد کنارم باشه باید لیاقت داشته باشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. قفل در باز کن، میخوام برم. باز کنین درو. ببین منو، گله‌ای از تو نیست، تو چاره ای نداشتی جز این که منو خورد کنی تا برات اندازه شم. حالا میتونی بری. ببین بله که میرم. خودتو خیلی دست بالا گرفتی یا شدیم یه مش آدم تنها که فقط کنار هم یه جورایی دیگه زنده